سلام دوستان، خسته نباشید. با جلسه دوم آموزش روحانی کلام الله مجید در خدمتتون هستیم. خب در جلسه قبل حروف الفبای زبان عربی رو بالاخره با هم تمرین کردیم و تموم شد. حالا این جلسه که جلسه دوم هست میخوایم با حرکت کوتاه فتحه آشنا بشیم. این علامت رو میبینین؟ این اسمش فتحه هستش. فتح به زبان عربی به معنای باز کردن، گشودن. یعنی وقتی شما فتحه رو بر زبان میارید، مثلا این فتحه روی الف که بیاد میشه ا، روی ب که بیاد میشه ب. یعنی چی؟ یعنی لبها گشوده میشه، باز میشه زمان شما فتحه رو بخوای تلفظ کنید با یک حرفی. ببینید الان این حروف الفبا رو که یاد گرفتیم با فتحه یک بار میخونیم، ببینیم به چه شکل میشه. ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ث، ذ، ت، ذ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ح، ل، ا، ی. خب این جلسه هم به پایان رسید دوستان. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.